توی این ویدیو میخوام 4 تا از قدرتمندترین ایردراپ های ممکنه الان رو بهتون معرفی کنم که 95% به پول تبدیل میشن. بریم سراغ ویدیو. خب اولیشو که همه میشناسیم، پروژه بسیار قدرتمند همستر هستش که خیلی نزدیکیم به اینکه به پول تبدیل بشه و بچه‌ها همین الان 100% هستش. پس نگران نباشید، ماینش کنید و براش وقت بذارید. این پروژه یک پول خیلی خوبی قراره بهمون بده. پروژه دومی که میخوام بهتون معرفی کنم پروژه پیکسل تپ هستش که به تازگی اومده و بسیار پرقدرت، با سرعت خیلی زیادی داره رشد میکنه و این پروژه جزو اون پروژه های قدرتمندی هستش که حتی از همستر بهتر نباشه با همستر داره برابری میکنه. بچه خیلی هم آسونه، شما فقط کافیه که 8 ساعت یه بار بیاین و پولی که براتون میگیره بدون تپ کردن اینجا بزنین روی کلیم، هر پولی که براتون ماین میکنن رو جمع میکنید. همین. یک سری فایت هایی هم که داره، حالا اگر که دلتون بخواد من براتون آموزشش رو میذارم. پروژه سوم هم پروژه بسیار نام آشنایی هستش، پروژه تپ سواب که چند روز دیگه لیست میشه و قیمت گذاری میشه. پروژه بسیار بسیار قوی و قدرتمندی هستش که بچه‌ها اگر که دارین این ویدیو رو قبل از لیست شدنش میبینین، همین الان برین شروع کنین به تپ سواب زدن، چون که این پروژه 100% براتون پول میاره. پروژه آخرم پروژه بلوم هستش که یا بلوم هر چی که هست. این پروژه، حالا من خودم یه دونه اکانت دیگه دارم، این اکانت دومم، میبینین که اینجا داره براتون فارم میکنه و هر 8 ساعت یک بار فقط کافیه بیاین و اون چیزی که هست رو ماین کنین. نه لازم براش وقت زیادی بذارین نه هیچی، ولی یک پروژه با وایت پیپر بسیار قوی هستش که براتون پول زیادی به ارقام میاره و 95% قراره که پول بشه. بچه ویدیو رو سریع گرفتم فقط به عنوان معرفی. اگر که دوست دارین آموزش هر کدوم از این ایردراپ ها رو براتون به صورت کامل بذارم، داخل کامنت ها برام بذارید و مخلصین.